واقعا نمام بایم اسپکت خیال که کاری درسته بشه اول همه قبا قطه که تو جیگهیت میریزی یه لقمه از این کباب بنده بدن جونم حال بیاد یا اینطوری نگاه ای داد نوبت برنامه ماست من بیرم الان برمیگردم کنار برو موقعی که ماچش میکنه عکس بگیر برو کنار اجازه میدی بشینم؟ تو که خودت نشستی بیا اون پیرمرد پولپرست خیلی تو رو کنف کرد درست مثل یه گربه گر از خونش انداختت بیرون تو نباید ساکت بشینی اون پیرمرد ارزش جوانایی مثل تو رو نمیدونه اون فقط و فقط به حساب بانکی آدم توجه داره گوش کن چی میگم باید بری از زندون باباش نجاتش بدی اون زن توی اون عشق توی تو نباید زخمشو بدی باید پاشی بری یقه اون پیرمرد تمکار رو بگیری و بهش بگی به چه حقی اونو زندونی کردی
بهش بگی اگه خون ریخته بشه من نمیذارم عشقمو ازم بگیری، یقشو بگیری، تهدیدش کنی، حتی تهدید به مرگش کنی. اون پیرمرد اول با ازدواج من و افسانم مخالفت میکرد، ولی من به زور حقمو ازش گرفتم، رفتم پیششو داد و بیداد کردم، فریاد زدم، گفتم اگه خونم به پا بشه من نمیذارم حقمو ازم بگیری و بالاخره موفق شدم. به من یه تو قربون اون شکل باید برم. تو چرا من نگفتی اینجا نشستی؟ قربونت بی خود سنگر خالی نکن. من صلاحتو میخوام، بلند شو برو. قربونت برم، همین الان برمیگرد. چی بهش گفتی ها؟ تو رو سننه من که بیمنده پیمان سب کن پاید دارم. من کارم انجام دادم، نقشمون گرفت. همین الان پیمان میاد اینجا، بقیهش دیگه با توه. یه کاری بکن که حسابی تو تله بیفته. منم الان میام اونجا. خاطر جمع باشه، دام قشنگی براش پهن کردم. خب پس من منتظرتم. کی ببینم جونی؟ میام خونت عزیزم.